بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. احترام بزرگسالان یکی از نمادها و یکی از ویژگی‌های مسلمون هست. بزرگسال حالا هر کی میخواد باشه، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خویش، نمیدونم هم محله‌ای، هم منطقه‌ای، شهروند، هر کی میخواد باشه، مسلمون یا غیر مسلمون، باید بزرگیش رو احترام گذاشت و نباید بهش اهانت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اهان ذا شیبة لم یمت حتی یبعث الله علیه من یهین شیبته اذا شب. کسی که به یک بزرگسالی اهانت کرد این نخواهد مرد اگر پیر شد، مگر اینی که خداوند کسی رو میفرسته تو به این اهانت بکنه. کسی که اهانت کرد کما تو دین و تو دان، همونطور که انجام میدی همونطور با تو انجام داده میشه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن لیس منا من لم یوقر کبیرنا، از ما مسلمون ها نیست کسی که توقیر و احترام و بزرگواری بزرگان ما رو نگه نداره، بزرگسالان ما رو. و میفرمودن البرکات فی اکابرکم، برکت در بزرگان هست، برکت در رأی و مشوره گرفتن ازشون، برکت در استفاده از تجربه زندگیشون، برکت در استفاده از راهکارهایی که برای مسائل خانوادگی میدن، برکت در ازدواج که بسیار شرکتی که در ازدواج میکنن. تا الان هم کسی بیاد ازدواج به خواستگاری دختر شما، خواهر شما میگید بزرگت کو. پس این بزرگ به اصطلاح حائز اهمیت هست در همه مسائل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی کسی می اومد حرف میزد در مجلسی، کسایی بودن جوونا وقتی حرف میزدن میگفتن نه کبر بذار به اصطلاح بزرگترها حرف بزنند و این بزرگتر هر کی میخواد باشه، حتی اگر غیر مسلمون باشه. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه رو فتح کردن، حضرت ابوبکر رفت و به پدرش که پیرمردی بود رفت این رو دعوتش کرد و خواست مسلمون بشه، اومد آوردش پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا دعوت کن پدرمو، یکم براش دعا کن که خداوند هدایتش بده نره جهنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هلا ترکت الشیخ فی بیته و نحن نأتی، نمیشد که بذاری پیرمرد تو خونش ما بیاییم خدمت ایشون؟ مشرکه. اما نه، چون که پیرمرده باید احترامش رو داشته باشیم. حتی تو نماز وقتی وای میسیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیعنی اولو الاحلام منکم والنهی، بذارید که بزرگسالان و افراد عاقل و اندیشمند به اصطلاح پشت سر من وایسن. حضرت عمر در جایی میرفت دید یه پیرمردی از داره گدایی میکنه، گفت این کیه؟ گفت یهودی هست. گفت نه یهودی یعنی چی؟ پیرمرد ازش جزیه نگیرید، واسهش حقوق معین بکنید. در جامعه اسلامی برای هر پیرمردی باید یک حقوقی باشه تا اون بتونه به اصطلاح دستش پیش کسی دراز نباشه. جامعه ای که توش بزرگسالانی هستند که دستشون دست نیاز دراز میکنند به طرف دیگران، اون جامعه مستحق عذاب هست، اون جامعه قدر نشناس هست، اون جامعه به خودش ظلم کرده و اون جامعه بوی سعادت رو نخواهد چشید. پس بیایید دست در دست هم بگذاریم و برای حل مشکلات بزرگسالان و پیرمردان و پیرزنان آستین بالا بزنیم و از این راه رضایت خدامون رو به دست بیاریم.